سلام، شب و روزتون بخیر. فیلم دنجرس واتر، آبهای خطرناک، محصول 2023 آمریکا، ژان دلهوراور. فیلم با دختری به نام روز شروع میشه که به نظر میرسه زخمی شده و آسیب دیده. چند هفته قبل وقتی مادر روز آلما به خونه میرسه، روز سورپرایزش میکنه و تولدش که فرداه رو بهش تبریک میگه. آلما به دخترش میگه وسایلتو جمع کن که فردا میخوایم با دوست پسرم به سفر قایق سواری بریم. روز با اکراه قبول میکنه و به سر کارش که شیفت شبانه در هتل میره. وقتی صبح به خونه برمیگرده، مامانشو میبینه که با وسایل آماده است و از خونه بیرون میاد. روز از این سفر هیجان زده نیست، فقط به خاطر اصرار مادرش قبول کرده که به سفر بره. روز در مورد دوست پسرش میپرسه. آلما جواب میده مدت زیادی نیست که میشناسمش، اما آدم خوبیه. روز از اینکه میخوان بهش اعتماد کنن و سفر 10 روزه قایق سواری باهاش برن فکرش مشغوله. وقتی به اسکله میرسن، درک اونجاست و ازشون استقبال میکنه و مسیر سفرشون رو بهشون نشون میده که نزدیک برموداست. وقتی آلما وسایلش رو از ماشینش بیرون میاره، روز مردی رو میبینه که به مادرش نزدیک میشه. از مامانش میپرسه که اون مرد چی گفت. مامانش جواب داد پرسید با این سر و وضع شیک کجا میرید. روز برای اولین بار درک رو میبینه و درک قایق رو نشون میده و میگه دست دومه و تازه خریدمش. روز میبینه که اسم آنالیزا روی قایق حک شده. بنابراین هر 3 نفر سوار قایق میشن و سفرشون رو شروع میکنن. پس از مدتی درک آلما رو با کیکی که طرح سنگ قبر روش هست سورپرایز میکنه و تولدش رو جشن میگیرن و یک تیشرت به آلما هدیه میده و یک چاقو به روز. روز در مورد شغلش میپرسه. درک جواب میده قبلا پلیس بودم، اما حالا به عنوان مشاور امنیتی خصوصی کار میکنم. بعد به روز نحوه گره زدن طناب رو یاد میده و ازش میخواد که در قایق بهش کمک کنه. همچنین کاپیتانی رو بهش آموزش میده. آلما با گوشی از روز و صحنه ها عکس میگیره که در همین لحظه به بادبان میخوره و داخل اقیانوس میفته. درک نجاتش میده. وقتی روز میره که جعبه کمک های اولیه رو پیدا کنه، تعدادی اسلحه میبینه که پنهون شده. با عجله یک پتو میبره که به مادرش بده. آلما از روز عذرخواهی میکنه و میگه گوشیت داخل آب افتاد. روز میگه ایرادی نداره. وقتی هوا بد میشه، هر سه وارد کابین قایق میشن. آلما میگه بهتره برگردیم، اما درک میگه قول میدم فردا هوا خوب میشه. نیمه های شب روز صداهایی میشنوه و نمیتونه راحت بخوابه. روز صبح که بیدار میشه میبینه هوا صاف شده. کنار مادرش میره که در حال نوشیدنه. روز خوشحال نیست و از مادرش میخواد که برگرده، اما آلما میگه حیف این زیبایی نیست که برگردیم و از اینکه مادر خوبی نیست ازش عذرخواهی میکنه. روز ناراحت میشه و میگه تو بهترین مامان دنیایی. وقتی درک میاد، روز در مورد اسلحه ها ازش میپرسه. درک جواب میده که برای کاره. مگه مشکلی باهاش داری؟ روز جواب میده نه، اما دوست دارم ازش استفاده کنم. درک اسلحه رو بیرون میاره و به روز آموزش شلیک کردن میده. درک از اینکه روز خیلی عالی شلیک میکنه متعجب میشه و ازش میپرسه قبلا استفاده کردی؟ روز جواب میده نه، اولین بارمه. آلما میگه فکر میکنم به خاطر این باشه که پدرش یه سرباز بوده و در جنگ جان باخته. وقتی روز با لپتاپش کار میکنه متوجه میشه که یک کشتی در نزدیکیشون هست. آلما و درک مشغول خوشگذرانی هستن که روز بهشون ملحق میشه و باهاشون نوشیدنی میخوره، اما سرگیجه میگیره و به کابین میره تا بخوابه. وقتی از خواب بیدار میشه صداهایی میشنوه. وقتی به بیرون نگاه میکنه کشتی رو میبینه که به سمتشون میاد و به قایق برخورد میکنه. 2 مرد از کشتی پیاده میشن و درک رو تهدید میکنن که چیزی رو بهشون بده، اما درک میگه نمیدونم در مورد چی حرف میزنین. آلما التماس میکنه که تنهاشون بذارن، اما ناخدای کشتی با ضربه آلما رو زخمی میکنه. روز متوجه میشه که کاپیتان همون مرد ساحله که به مادرش نزدیک شده بود. شوک میشه. آلما از دخترش میخواد که مخفی بشه. وقتی درک تکرار میکنه که نمیدونم از چی حرف میزنین، کاپیتان به طور وحشیانه آلما رو میکشه و به دست درک شلیک میکنه و در آب میندازنش. روز با اسلحه مخفی میشه.
دو مرد وارد کابین میشن و اون چه که میخواستن رو پیدا میکنن، اما متوجه روز نمیشن و قبل از رفتنشون قایق رو آتیش میزنن. روز وقتی متوجه آتیش میشه با یک کپسول آتیش نشانی سریع آتیش رو خاموش میکنه. روز از دیدن بدن بیجون مادرش خیلی ناراحت میشه. تنها شده و نمیدونه باید چی کار کنه چون قسمتی از قایق سوخته و موتورش از کار افتاده. سعی میکنه تعمیرش کنه اما بی‌نتیجه است. جسد مادرش رو داخل پارچه میپیچه تا وقتی برگشت دفنش کنه. به فکرش میرسه که برای کمک تماس بگیره، اما رادیو هم در آتش سوزی سوخته. در همون لحظه صداهایی میشنوه. وقتی بررسی میکنه درک رو تو آب میبینه که به طناب بسته شده. از روز درخواست میکنه که کمکش کنه. روز هم کمکش میکنه و به زخماش رسیدگی میکنه. روز از درک عصبانیه چون باعث مرگ مادرش شده. ازش میپرسه کی بودن، اما درک ادعا میکنه که نمیشناسشون. بعد دستگاه رو به درک نشون میده که چی کار کنیم، اما درک میگه دستگاه کار نمیکنه. چون قایق ثابت ایستاده و حرکت نمیکنه، از روز میخواد که یک بادبان وصل کنه و روز از پسش برمیاد. وقتی روز در قایق کندوکاو میکنه عکسایی میبینه که درک با قاتلان شب گذشته انداخته. پس متوجه میشه که بهش دروغ گفته. دستهاشو با طناب میبنده و چاقوشو برمیداره. پس از تعمیر بادبان درک رو سر جاش نمیبینه. دنبالش میگرده. در همین لحظه درک از سرویس بهداشتی بیرون میاد و میگه حتی نمیتونی یک گره درست حسابی بزنی. روز بازم ازش در مورد مردای شب گذشته میپرسه، ولی این بار درک جواب میده که اونا خطرناک هستن. هرچی کمتر در موردشون بدونی بهتره. درک سعی میکنه که موتور قایق رو تعمیر کنه اما موفق نمیشه. روز میگه باید برگردیم. درک میگه قایق با جریان آب حرکت میکنه. درک از روز میخواد که مراقب باشه و تا خودش استراحت کنه و میگه به حرکت به سمت شمال شرقی ادامه بدیم تا به برمودا برسیم. وقتی درک گردنبند آلما رو گردن روز میبینه میگه که اون به مادرش هدیه داده بوده، اما روز باور نمیکنه چون مدت هاست مادرش این گردنبند رو میندازه. وقتی روز داخل کابینه، درک با عصبانیت فریاد میزنه که چرا به جای برمودا به سمت اقیانوس اطلس میریم؟ دیگه نمیتونم جهت رو تغییر بدم چون جریان آب قویه. روز میترسه یه اسلحه برمیداره و در کابینه رو قفل میکنه. روز وقتی صبح بیدار میشه جزیره میبینه و بدون تردید قایق رو به سمتش هدایت میکنه. وقتی میرسن سوار قایق نجات میشن و به سمت جزیره حرکت میکنن که ناگهان پارو داخل آب میفته. وقتی روز سعی میکنه که برش داره خودش هم داخل آب میفته و در حال غرق شدنه که درک به کمکش میره و به ساحل میرسونش. احیاش میکنه و روز به هوش میاد. وقتی وارد جزیره میشن متوجه میشن که یک جزیره متروک است. تصمیم میگیرن شب رو داخل جزیره بمونن. آتیش روشن میکنن. درک از مهارت‌ها و شلیک کردن روز تعریف و تمجید میکنه. روز در مورد زندگی درک میپرسه و درک ادعا میکنه که تا 10 سال پیش پلیس خوبی بوده، اما چون پولش کافی نبوده تصمیم گرفته برای خرابکارها کار کنه و هیچ ندامتی در چهرهش دیده نمیشد. وقتی گرم صحبت میشه از دهنش میپره که همسری به نام آنالیزا داشته که اونو ترک کرده. روز متوجه میشه که اسم قایق هم آنالیزاست و به دروغ گفته بود که تازه خریدمش. بعد میگه کاپیتانی که آلما رو کش رئیس یک شبکه قاچاق دخترانه. اگه تو رو پیدا میکردن قطعا با خودشون میبردن. روز با عصبانیت میگه من اون کاپیتان رو میکشم، اما درک با پوزخند میگه تو حتی نمیتونی یه گره درست حسابی بزنی، چه برسه به کشتن کسی. وقتی از کوله پشتیش طناب در میاره که به روز گره زدن آموزش بده، روز دستگاه فرستنده رو داخل کوله پشتیش میبینه. پس متوجه میشه که کار میکنه که با خودش آورده. درک اعتراف میکنه دروغ گفتم، من گردنبند رو به مادرت ندادم و مدت زیادی نیست که اونو میشناسم. من فقط برای خوشگذرانی با مادرت بودم. از اینکه شنیدم با ما به سفر میای ناراحت شدم، اما الان خوشحالم. روز با شنیدن این حرف عصبانی میشه و اسلحه‌ای به سمتش میگیره و ازش میخواد فرستنده رو فعال کنه.
اما درک قبول نمیکنه و میگه میخوام بکشمت چون زیادی در موردم میدونی. درک بهش حمله میکنه اما روز موفق میشه فرار کنه و در جنگل پنهون بشه. وقتی صبح میشه خودش رو در قسمت مرتفع جنگل میبینه. پس پایین میاد تا به ساحل برسه. اما درک میبینهش و به سمتش تیراندازی میکنه. پای روز زخمی میشه که در همین لحظه درک هم از بلندی پرت میشه. وقتی روز بهش نزدیک میشه میبینه که به شدت آسیب دیده. درک چاقو رو به سمت روز پرتاب میکنه و از روز میخواد که اونو به قایق ببره تا در عوض فرستنده رو فعال کنه. روز حرفش رو باور نمیکنه. با سنگ بهش ضربه میزنه و سعی میکنه خودش فرستنده رو فعال کنه اما موفق نمیشه. درک با پررویی اعتراف میکنه که اگه نجاتم میدادی در عوض تقدیم کاپیتان میکردمت. روز عصبانی میشه و فرار میکنه و درک رو تنها میذاره. با قایق نجات خودش رو به قایق تفریحی میرسونه و زخماشو پانسمان میکنه. صبح وقتی روز از خواب بیدار میشه متوجه میشه تمام قایق رو آب گرفته و در حال غرق شدنه. سریع یک مقدار وسایل جمع میکنه و سوار قایق نجات میشه. وقتی در حال انتقال جسد مادرش به داخل قایق نجات میشه سر میخوره و داخل آب میفته. از ناراحتی شروع به گریه میکنه و غیر از غم مادرش تنها و گرسنه مونده و هیچ ایده‌ای برای زنده موندن نداره. روز بعد یک کشتی میبینه و سعی میکنه که بهشون علامت بده اما کشتی اونو نمیبینه و به نظر میرسه دیگه شانسی نداره. اما شب قایق تندرویی پیداش میکنه و نجات پیدا میکنه. احتمالا از کشتی صبح بودن که قایق فرستادن. به محض ورود ازش پذیرایی میکنن اما از نگاه های مرد خدمه در امان نیست. زنی وارد میشه و میپرسه این تازه کاره اما یکی میرسه و سری با خودش میبرش. وقتی روز مرد کچل رو میبینه متوجه میشه که افراد همون کشتی اون شب هستن. از مرد خدمه اجازه میگیره که دوش بگیره. بعد لباسای تمیز میپوشه و میکاپ میکنه. به اتاق کاپیتان میره. کاپیتان از دیدنش متعجب میشه چون هیچ دختری اجازه ورود به اتاق کنترل رو نداره. اما با دیدن روز زبونش بند میاد و چیزی نمیگه. روز بابت نجات دادنش از کاپیتان تشکر میکنه. کاپیتان به خدمه دستور میده که اتاق رو ترک کنن. روز میگه قایقرونی بهم یاد بده. کاپیتان با هیجان قبول میکنه. وقتی روز میگه مجروح شدم و دارو میخوام کاپیتان به دنبال دارو میگرده. روز از این فرصت استفاده میکنه و چندین بار با آچار بهش ضربه میزنه و میکشتش. یکی از خدمه به روز شک میکنه و دنبالش میگرده. روز وارد کابینی میشه و همون زن رو مجددا میبینه و میپرسه میدونی اسلحه‌ام کجاست؟ زن جواب میده تو موتورخونه اسلحه های زیادی هست. حتی جای موتورخونه رو هم بهش نشون میده. زن میگه من تنها زن داخل این کشتی نیستم. خیلی ها هستن که مواد مخدر بهشون تزریق شده. روز به سمت موتورخونه حرکت میکنه. اسلحه خودش رو پیدا میکنه. در همین لحظه خدمه که دنبالش میگشت پیداش میکنه. اما روز موفق میشه بهش شلیک کنه و همه رو یکی یکی بکشه. با زنی درگیر میشه ولی در نهایت اونم خفه میکنه. روز به اتاقی میرسه و تعدادی دختر زندونی میبینه اما قبل از اینکه بتونه آزادشون کنه کچل کفترباز پیداش میکنه و با اسلحه تهدیدش میکنه. در همین لحظه همون زن قبلی میرسه و به کچل ضربه میزنه و روز به سرش شلیک میکنه. روز به اتاق رادیو میره تا بتونه کمک بگیره. در همین لحظه با درک که هنوز زنده است روبرو میشه. ازش میپرسه چطوری اینجایی؟ درک میگه از فرستنده کمک گرفتم. روز از اینکه کاپیتان درک رو نجات داده تعجب میکنه. درک میگه مشکلاتم باهاش حل شد. حالا میبرمت پیش کاپیتان تا خوشحال بشه. روز با خنده میگه که کاپیتان رو کشته. درک عصبانی میشه و با ضربه روز رو به پایین پله ها پرت میکنه. روز بیهوش میشه. درک دنبال اسلحه میگرده تا روز رو بکشه. وقتی برمیگرده روز سر جاش نیست. از لکه های خون دنبالش میگرده. وقتی پیداش میکنه روز یک ماده شیمیایی سمتش آزاد میکنه. با هم درگیر میشن و در نهایت با همون چاقویی که درک بهش هدیه داده بود به قلبش ضربه میزنه. پس از کشتن تمام خدمه و درک روی زمین دراز میکشه و نفس راحتی میکشه.
دخترها به روز اطلاع میدن که نورهایی میبینیم و در حال نزدیک شدن به شهر هستیم. وقتی به ساحل میرسن، افسر پلیس شجاعت روز رو تحسین میکنه و میگه همه دخترها به آغوش خانواده‌شون برگشتن. از روز هم میخواد که پیش خانواده‌اش برگرده. اما روز با ناراحتی میگه که دیگه خانواده‌ای ندارم. پلیس میگه در عوض آینده‌ای داری که براش جنگیدی. دوستای عزیز، با لایک و کامنتاتون از افسون فیلم حمایت کنید. نسخه اصلی فیلم در کانال تلگرام موجوده که لینکش داخل توضیحات و پیام‌ها پین شده. مراقب مهربونیاتون باشین تا خلاص فیلم بعدی. خدا نگهدار.